بسیار لیاز کردم. خدا آدم بخیر کردی تو یکم سنو من ملامت نکنی. نمیکنم من ملامت نکنی که اما تو سنو ها فرین ما گذاره. وای به 77 در خانه آدم هزار گپ میشه. این به این لازم نیست دو خانه اول برک تو همین مت گفتی تو فلانی تو گفتی هیچ گپ بود هیچ کار بود شد. عالم دخترای با خدا بفهمه که این کی است ما برازمو چی جواب اگه تو نمیگی ما بگم چی میگی؟ گپ هوش کنی نزنی که دخترای مشکل پیدا شد من چند مدت رفتم از پیشتر حالا پس آمدیم نلدوان برو سو گفتی نلدوان است خیلی پشت کوچه بعد چی آمده؟ ترا به خدا اگه مادر آبرو ریزی کنی پشت خسران به دو پیسه میشه من کدام ارتباط کردی داشته باشی بینیم از بیخ ریشه بریده میشه 5 6 7 8 9 10 11 12 فکس کمپانیز با خدا پیسه از کجا کردی؟ دختر تو چی میگی در این خانه؟ پیسه؟ این قصیات ها؟ از کجا کردی تو؟ چی میگی گفتم در خانه تو؟ حال چی کنم خامدم خانه؟ حالی را جور نداشتی همیال جارو که کردم چی کار داره مادر؟ در چشم مدرایی؟ حالا چی کردیم؟ چشم خود دروغ نمیگه بار دوم از مادر این مردکه کیه چرا بر من نمیگی؟ کدام تو داری کدیش؟ کدام مردکه؟ این مردکه چاقه میگم کدام شکست حتما دروازه رو میزنه دیگه تو بزنم میتونه کشت کنی بی تربیه دروازه رو تق تق زدم می کسا کار داشتی کاکا؟ همیشه بیا 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 بفرمایید مادر 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 بیا بیا کجاستی؟ خیلی اسپال ما بفرمایید بفرمایید هی هم گپ پس ملخک یک بار جستی دو بار جستی آخر بدستی نال معلوم میشه که تو کی هستی نفهمی دختر چی کرده که صدا کرده میره؟ چی میگی دختر بیایی چی میگی؟ بفرمایید برو که قبل چه عزتت شما سلام علیکم تو بگو مادر حالا از تو میشنم بگو کی است؟ بشین شما بفرمایید این محمد سعیسم کاکا تو چی که ما بشین ماشینا؟ آله ایده کجا بود؟ مادر اینا برای ما بگو یادم کیست؟ چرا پشت تر گرفته؟ چرا پشت اعلان نمیته؟ یک بار در شفاخانه کردید مقابل میشه، یک بار بک خراب میشه، یک بار نم خراب میشه، یک بار پلاسش گم میشه. چی داری کردی از یادم؟ یادم من چی دارم؟ هیچ چیز ندارم. خیلی چی میکنم که دقیقه بعد قدم دروازه میاد؟ چی میخوایم؟ چی میخوای کاکا؟ تشکر اجمل جان، خدا کت خوب است انشالله. زنده و سلامت باشی، خیر خیرتن. شکر فامیل همه خوب هستن، همکارا خوب هستن. ولی نتونستم امروز بیایم اجمل جان برای که در خانه بعض مشکلات بود
خوشین بیچاره مریض بود دیگه، از او خاطرم نتونستم بیاییم و بعضی چیزا در خانه ضرورت بود به او دلیل. انشالله کدام مشکل پیش نشده. خب نه تو سایل کو یک کار کو خو مکمل آردرایی را که میگیری تمام شا لیست کو، نوشته کو، یک چیز نوت کو، باز من که آمدم خیر رسید میکنم. ها نه چیز کو آردر که میایه سفارشات کسته مکمل تمام شا یادداشت بگی، باز من مکمل تمام شا میسنجم در حسابات میرسانم. کی بود آرزو داخل خانه ها داشته؟ نه نمیشناسم، ندیدیم شان تو بالای. حتما کدام خیشای قومایشان است دیگه، من قومای از اینا را از کجا میشناسم؟ ولی من شما برم یا نرم؟ یه دیگه چی کنم برم؟ کدام گپ شخصی نداشته باشن، بزرگ صداقت باز میرم. باز خیره باش از آرزو پرسان میگیرم که کی است. خب یک نظر دیدم نمیمونم نفر امروز که امنالایشون جور کردن ما بود به نظرم صحیح ندیدم، ما به نظرم شد تو به خدا گردن خدا بسته نکنم. فاتی همین مادر دیوانه است یا خود بدر دیوانگی میزنه؟ اگر دیوانه است بگو خصم سه که من دیوانه هستم، تکلیف روانی دارم، خب امی هر چی که از زبانم میگم بر یک نفر. آلی جامعت کلا گپ برای من گفت که من چون که مادرت گفته به زن کاکایت که امید من چون طلا را دوزی کده که تو کده او تو کده. خب آلی جا رفتم زن کاکای من گفتم مادرم چه وقتی گپ زده؟ میگه وی ما کی گپ زدیم؟ امی ما طرفدار از زن کاکایم که کی گپ زده برای من. اگر من شما دفاع بکنم شما هیچ چیزی اگر نکنم ما میچسی. و هیچ کار نگی کارشون چی کار داری تو؟ چرا در گوش بینی ما پر میکنم؟ کلان زن باز دیوانه میگه کس؟ خب امی رفتارش است. خب رفتارش باز در این خانه آمده که من چون مادرت مرا این رقم دوز گرفته که من چون فلان گرفته فلان رفتیم ازش دفاع کردیم که حالا دفاع آدم میکنه از یک نفر. تو چرا میگه پا میذاری؟ وقتی که میرم دفاع میکنم تو چرا اینا با منی گفتی؟ کی برای من اینا پسده؟ تو در اصل دفاع از مادرت کردی، از مادر ما نکردی. رفتی که باش اگر برای شما در این خانه بیام میچست اگر نکنیم ما میچست. رفتی گپ مادر صحیح است، مادرم است ازش دفاع کردیم، وقتی که از امیم دفاع کردیم خاله امیم کار داشت مشکل داشت آمد در خانه شما چرا دوز بگیرید؟ حالا امیم اومد خسته را خودش پای خود میدم میکنه که ما کی گپ زدیم برای تو. حتما کده خیلی گپ. گورار نگی گپار نزن، کلان زن هستی. دیوانه خود نساز. دیوانه بابایت میسازه خدا. بابای من دیوانه است، کلان زن دیوانه میسازی تو کتدی. زن مامایت از بدتر بابایت از بدتر. خدا سعی تو شیار هستی اگر دوانشان. زن پدر جان من اینجا اومدم گفتم باش که فقط یک مشوره کنم چون که خود خانه نمی باشی. من رفتم پشت دختر زبیده خواستگاری. چی میگی؟ خدا قدمشان کنه، خدا قدمشان. خوب کار کردم. بسیار خوب کار کردی. آمدم دیدم که تو در خانه نبودی، از قلب بود. گفتم این خدای دختر تو زن کاکایتم خانه است. خیلی یک موتور میریم که فردی. خیلی رفتیم خواستگاری رفتیم. دخترک شدیدیم، دخترک بسیار خوب. شام کالاشویی کرده بودن، کار داشتن. نه وقتا خواب بودن بازی چای میخورن، سرم چایشون رسیدیم. فردی علاقه مکنون همونجا که چون خورد. دیگه گفت از تو که زیاد نیست، 1000 دفعه میتونم دختر من چرا نمیتونم یک 4 تا نفر ری سفیدار بشونم. گفتم برو پشت ری سفیدار چی میگردی؟ می تختک جورم تاجت نجاز نیست. راست میگه دختر کاس از قوم است. او تو از قوم است. یا تاج روزنی میکنه، کی میمونه؟ یا غریب هستن که یاد ترسن که ترسن. اگر این خود میبینی اجمال چقدر کار میکنه، چقدر زحمت میکشه، زحمت کشه. اما کش شنیدم که گفته که دختر که خوب بچه‌شون از مکه از یا سندش کلان است مچم چون لوکاس که چیزی انطلاق گفت مردم است که کار و زحمت کشه یک شب روز کار کرده یک کمک چملک شگانی صفا سر بچه است. خوب است سنش بالاست. گفتم میگه زن کوچه باشی زن بچه نیا گفتمش. گفتم این رفتیم بچه‌م فردی نیستم سر که یک خاششتا گفتم زن کرده دقیقه زن نیست. اصلا جنگ دوا گفتم اونا گفتم کلان است کلان است هوشیار است بیدر قدر زن رو میفهمه قدر مادر رو میفهمه. گفتم خوب یک آدم صحیح کاریگر زحمت کش. چرا چه بستی یک چیز بگو چرا پشت دروازه ما میری؟ کاکا تو نمیشه دانه خانه ما میری مزاحمت میکنی با مادرم؟ بشن به خدا سن سالت بعد از بره. دختر جان همه چیزا بر قصه خواهد کرد. چی قسم میکنم؟ شما آرام باشین؟ نیست مارم با من توضیح بده زود شو مادر بر من بگی آدم کیست؟ خب بشینین براتون گپ میزنم. مادر تو ارزش هم قسم یک آدم داری؟ تو چطور یک
حرکت گنده رو میزنی؟ تو میفهمی که آدم کیست؟ تو میفهمی که کیست؟ خب مادر ازم میرسه پرسان میکن میفهمی ازم بخاطر زیادم تو من سنی میزنی؟ ای آدم او آدم از پدرتان است میفهمید؟ پدرتان این توماتی بدت چطور تو در پشت مادرت میکنی؟ پدرم است؟ پدرتان است پدرم تو که اگر پدرم چی میکنه؟ پدرم میقسم نیست با من که گفتی تو در دامن پاک مادر چطور تو یک داغ لکه رو میشنی؟ این پدر خودتان است دخترم سالا بود که پدرتان اینو تو خورد بده تو در بدنم بودی که تو خورد سرما آسانات خورد بود که رفت این که در شب خانه دیدی و نمو اولین بارم بود که پدرتان من شب خانه دیدم باز کی آمد اینجا به خاطر نرمه توی نل دوار است ای آمد که گپ بزنه وقت موقع پیدا نشد که مثلا کجا بود مادر دقیقه سالا که در کجا بود اینا میگفت که سه تا دختر دارم تو زن جوانم به تلاکت رفت اینا میگن این سوال تو از ایشان کن تو پرسا که بگو پدر چرا مقام پدر ندارم ایستاس یک نفر پدر می داشته باشه در وجود من نیست من پدر داشته ندیدیم بچه من گناهگار تانستم که از ایتان پد کردم که گفتم پدرتان مرده از مجبوری از خاطر که سوالای شما رو من جواب داده نمیتونستم که هر دقیقه پرسان میگه پدر من مجبور بودم که میگم پدرتان مرده اینا رو جواب اولادای تبته اینا رو تو میفهمی این دختره پدر اونها دخترت است که در بدنم بود که تو خیستی رفتی ما ریلا داده رفتی کجاست آرزو کجاست؟ اینمی آرزوست که در بدنم اینمی آرزوست آسانات توی شد سلما خونه رفت خارج خب نه او کار مشکل نیست خیر موضوع خریدم کس دیگه اون بچه ها میرویس یا بگوین و انجام میتن دیگه قدر چیز نیست در میرویس بعض کاراست یاد دادیم اگه موضوع خریداری بوده یا خب گرفته خود زورده نه تا وقت خودم میرسم بخیر انشالله نخواد چیز دیگه کم بود شده بجا نه کوشش کنید سال که امرای مشتری ها خیر مکه نیستم روی خوب کنین خو در هر چیزی که داشتن دیگه شما قبول کنین در منزلشان برسانین باز من خودم که آمدم امرایشون گپ میزنم هر کسم که پرسان کرد بو که مشکلاتش در خانه خب نه دیگه باز اجمل جان خودت باشی خودم کوه جمع است هر چی که نباشه تجربیتون به حساب مدیریتش باز زیاد است بچه مگو بوده باشه یا او نخواد بوده باشه چشمایی هم پشتیبا دیده باشه خب نزدیکایشون هسته دیگه شکرم سعی کنم پیاز نسته سر صدا شد میخسم میکنه بلند گپ میزنه تو به خمارش دیگر چیزا میشه میگفتیم خیلی در جای کلانات تو بشینی نه گپ دادن خودم میفهمم نه یک جای گپ ماندن خودم میفهمم تو میفهمی؟ تو کجا میفهمی ساده که گپ دادن تو دیگه آدم کشور خودم تو گپ میزنه امیال تو امیال چی گفته رو بنستی؟ شما کجا نه شیداری رو میفهمین نه زنداری رو میفهمین نه زن نگاه کردن رو میفهمین هیچ چی رو نمیفهمین در خانه خود چی خدمت کنم برای؟ تا حالا خدمت نکردی حالا توقع ندارم ازت آهای چیزی که از اینمی رقم هستم اینمی رقم هستیم چیست؟ خوش داری باش نیستی برو بخیر کارنت بخدا یا شما هر دختر را که بگیرین بازمی رقم بگید پناهش به خودش هر کس مثل ما اینجا چوب نمیشینه دان تانه دو پاره میکنه تبله جور میکنه نه هیچ کس نمیکنه معلوم ما است زن میگیریم مثل آدم ها رو باشه باز میبینیم خواستگار رفتین یک دفعه بیای و دختر ما دیدیم از قوارش چه رقم آدم است بسیار باز که اومد اینتو دان تانه دو پاره نکرد چی گفتین بگید دخترک عاجز است آرام است دیگه چی باشه سنگین است عاجز باز است معلوم میشه تو پرپارک است نیست باز معلوم باز میبینم خیلی است باز میبینم در میخانه باز میبینی
که با چی خونه تر میشه در خانه چی گپا باز هم میزنه ما که قومش بودم دما وفا نکرد دما هر چی گفت او که بیگانهش است او به او خود بیز میگه برات هر چی بود و نبود بر از او میگه من همیال میترسم که این رقم رفتارهای تو رو دختر ببینه پشیمان خواهد شد والا بگه چی رقم مردم ها گرفتیم چی رقم مردم اگه من هم رفتم مولا شما رو پیش را میداد اونجا سایشت از رفتار نانه در زمین دان دروازه که رفته بود که تو پس پسک داشته هم دختر به خود چی میخورد هیچ نمیخورد دختر سنگین بود عاجز بود آرام بود دیگه دختر کاکایش مقبول بود کتیش یک دخترک دیگه چی باشه برو شکر در سرت ننو گمشکو باز از همه ورزنم که خوب کردیم با خود تندورک خودسازی و خود قصه خود بازی کردن در هیچ چیز مرا نتلویستن در هیچ گپ سخن مرا در خرید مرا نتلویستن در برید مرا نتلویستن فقط اینمی کار سر دل خودشان کردن خودشان بریدن خودشان دوختن خودشان قیچی کردن کلشان خودشان کار تمام کردن ای ورزن تو نمو تا چیز گمشکو دقسی دختر خود که نبود دقسی تو چیز همه یک سیال ورس امنیتم ندادن همه قدر دلک خود نامید نه بچه تو هم آمدی؟ بیا بیش قصه چی داشتیم فرشکوار کردیم قصه هم خواستگاری بچه میکردن گفتم رفتم بر رجمل جان خواستگاری باش دختر زبایده اینه تبریک باشه نامزاد باشی باش که هنوز خو شیرنی نه شیرنی ندادم میمه زبایده گفت میته زبایده گفت میته ما گفت میته ما تو سرکش هم نمیگیره کپیتان با به دندان خدا کنه کال تویانیش کم باند توی دوتل نگویه که زورم نمیرسه نه بگو که یک 4 نفر که میتلبم خیلی خلاص دیگه می یک گیلو سکه میمونیم یک نکامی می یک 4 نفر باشه خلاص قبیری بارک ناکی چی بدرد میخوره میگه خوردن یارا جواب دادن تنها کل دنیا را نان جان خبر کنی هیچ امکان نداره که یک آدم پیدا نشه گپ نزنه یا میگه کم نمک بود یا میگه شیرین نمک بود یا ایست که میگه بی یک پیاله چای نیافتیم از همه کده اینو نمیگیم بی یک پیاله چای نیافتیم که بخوریم زبان ما در کام ما چسبید همه 4 نفره که بتر با برابر با اندازه بگو خرچه که میارم بگو خدا کنه که کل شهر خبر کنی خدا کنه که هیچ کس خبر نکنه خودت میشه ما مامت میکنم دلم که یک نفر خبر کم دلم 2 نفر خبر کم دلم که هیچ کس خبر نکنه راست میگی راست میگی حالت یک وقت است که هر کس در موقع جان خود است دم خود همه تو میکنی ما دیگه همه تو میگمش زبایده زبایده مسکین چی کنه علم خرچه که بیاندم کنج خانه خودوانه کم کم خورده بره اینه ما میگم شما که میگم شما خیره برو شکر خوش دیگه نفسم مومای ما ببره حال بچه خیره همی که گفتین به ما رسید در دلم آل گلام نمیکنم قسام نمیکنم دگام نمیکنم مازردام نمیشم ازتان به خاطر که این مادر خیلی ببینه خانه 77 پشتش آورد او روزم تو نبود یک یا میبردمش ما پدر دارم ما پدر داشتیم این پدر است که پدر تو نمیشینین اون گپ بزنه سخن بود چی گناه مادر ما چی گناه داشتی که مار تو ده خورد ایلاد باز ما خود نه چیزی را دیده بودم نه چیزی را بخورده بودم ما خود در دنیا هم نامده بودم چرا پدر چیش تو بای مادر بود که تو ایلاد پدر ندارم پدر چی؟ با او پدر که ما ضرورت داشتیم مادر راست میگه راست میگه مادر چیزی که میگه حقیقت است لطفا قبول کن چی رو قبول کنم؟ چیزی که میگه باید قبول کن چرا ما لاکدی رفتی؟ وقتی که ما برای ضرورت داشتیم به یک مرد ضرورت داشتیم که یک نفر زیر سایش ما باشیم بیا بیشی من باید قسم میکنم بچه بیشی دختر بیشی که هر سوال تو جواب بد بده بیشی من را رجب خودم بیشی پدر بود کدام روی آمدی؟ چطور از وجدان نمیگیرید؟ تو میگی که من پدرتان هستم قسمت تقدیم که ما را جدا ساخت و مورد قسمت تقدیم دوباره یک جای ساخت ما کجا پس دوباره دیدن شما کجا بشه این تقدیر است که کارا خودم دیگه ایتو چه مشکل بود که ما را زدی تبا برباد دیدی پیستی رفتی هرچی که میگه حق تانست بچه یک بار فکر نکردی که ما اولاد دارم نگفتی زن جوان چی کنم
نمی دختران چی میشه؟ اولادان چی میشه؟ یا به سرپرست ضرورت نداره؟ به یک مرد ضرورت نداره؟ من پدرشان هستم. این میزنم پدر شدن مادر با ما شده. چی نبود که نکرده. انشالله از تمام گپا خبر میشی. ولی من چی چیزا را دلم گشت، چی فکرهایی کردم. حالا کل فکر از کلید درست است. اون چیزی که مادر گفت واقعیت است. تو امراض مسیح باشه. من نیستم اولاد. هستی تو که بوی نگویی. نه. تو آرزوی مسیح. دخترم اتر نگو بچیم در گناه میشی. هر آدم یک اشتباه میکنه. نه با چی زندگی رو پیچان کی همی زندگی رو ایلاد و خیس رفت. چطور سخت سرازی آمد که از اولاد خود از خانه خود تیر شد و رفت. نه اونقدر مشکل جدی نبود، فقط امو یک چند وقت پیش که مریض شده بود، باز معایناتش مونده بود که باید یه هفته دیگه هفته پیش دکتر بره. باز خودم هم اگه واقعیت بگویی نرفتم، دمرابندی که من دیگه باز حرکت کردن رفتن، باز تا که ما پس آمدم هم رسیدن دیگه. تو مشکل جدی نیست. فوتوغرافیشون خلاص میشه. من دیگه کردم که خب صحیح زور انشاءالله بس گپ میزنیم. هر چی که ضرورت بود باز من اول بدید. خدا حافظ، روز خوش. خدا حافظ. تو روز رستوران نرفتیم، بچه ها روی خدا گم کرده که چی کنن. مجبور یک لیست جور کنم برزی روان کنم که تا فردا که نرفتم باز آوردرار مکمل کش از بازار خودش خرید کنم. من میگم که چرا توی کار کردی؟ چی سختی سرت آمد؟ چی باعث شد که توی کار کردی؟ ما لایق هم توی زندگی بودیم، ارزش همین داشتیم که بی پدری رو بکشیم. بعضی وقت بچه روزگار سرآدم تیرگان چیزایی رو میارن، بعضی مشکلات رو میاره که آدم مجبور میشه که خانه خود چی حتی از خود بیزار میشه. چی مشکل بود تو خب دیگه ما برای بچه ما زن همسایه که آمد مرا که گفت که یک نفر آمده دواولی سابقه تان بود 3 دفعه از ما پرسان کرد که یا کجا سن. ما در ذهنم گشت که کی بود که از شما پرسان کرد. اگر تو می بودی سر ما مشکلات جنجالا نمی آمد. خب خیلی از پشت هر مشکلات انشاءالله که خوشبختی هم هست. اون روزا رو میتونی جبران کنی؟ او گریه های ما را نمیشه جبران. میشه 100% ما بر تو آدم میکنم که حل میشه. کل جبران ها حل میشه، در خوشبختی برای ما شما باز میشه. چرا قم باز میشه در خوشبختی؟ زدی جوانی ما رو تباه برباد کردی، زندگی ما رو تباه برباد کردی. عدست خوار در بدر شدیم، عدس خوارزه دید در بدر شد که میراث پدرم است که یک پدرم است. آخر مجبور شدم مجای فرم اگر من تصیح خود بر شما بکنم 100% چند فیصد از شما کرده بالاتر. اگر چی مجبوریت بود که تو اولاد در سر تیار کنی که شما زیادتر جگر کن میشید. پدر بگو خیلی بس از همه قرنج دید دیگه نمیخوایم که از مشکلات یک سرمتیر شد شما خبر شوید. باز باید بفهمیم. باز با من خاطر چیری تو رو ندیده بودم. با فرصت نیم جان پدر، تو خورترک بودی. اون زندگی مردم مثل عبید آرزو میگه زندگی چه رقم بدوستی تیر میکنن. از ما هم زندگی خاک دهی زندگی که ما زندگی داریم. چی گفتی؟ تو زنمان سرگه چی گفتی؟ ها؟ تیسا که کیرا مثال دادی؟ هم چیز لگ داره؟ یعنی نه پایا که داره؟ هرچی از خوب از بد است اونمو چقدر کته آرزو محبت داره، چقدر رفتار خوش داره. خوشش داری بخبرو بگیرش. متوجه گپت باش. شما غیرت دارین، اینی غیرتتان زن خدا اعلام میکنین میگی او را بگیری را بگی. خواب دی غیرت دی خونه. بخبر طرفداریش هم میکنی برو امور بگی. برمت مثال هر کس نتی که اصلا خراب میشه. چیزی که از رسای کو قواره از رسای کو طلات از رسای کو مردم خود قواره مهم نیست فردن جان. رفتار مهم نیست. مهمی است که رفتار خوش داشته باشی. مهمی است که یک زندگی خوش دور کنی برای خود. یت نمیگه وا دختر ناکام میگه تو باز میرم تو سر روغن چپا میگیرم از تو که یک تو بالا رو میگیرم. خب بله. از من چی بالا رو میگیری؟
و خدا اول سن خانه و یک زندگی دانه سایکو پری گوش کو فردین گوش کو گپ ما اول سن خانه و زندگی سایکو خانه و زندگی تا جو قدش بگویم باز ما گپ بزن. چشمایش بگویم بادامیش بگویم ما باز او تو آدم بگیری تا کمرکش باشه باریک ماین والا که به روغن سر چپا میکنن هم که از شاهزاده دختر بگیرم روغن تو آدم ما چپ خدا گرفتیم روغن سر شما چپا نکردم من چی گفتی بگو اول تو بیا خانه و زندگی تا سایکو با شما میریم پشت دختر مردم خواستگاری خانه از رو ببین خانه خدا ببین چی کده خانه زمین تا آسمان فرق داریم خیر است معلوم است زمین تا ولی آسمان اگه فرق دیگه خانه داشته. بیاین شما را ببینه ولی اگه می دختر خدا دادنی باشه نمیتن چرا نتا برچی نتا میتن برو که سر زن میگیرم از برو اول خانه و زندگی تا جور که زن میگیرم ها دیوانه میگیرم سر سعی که زن میگیرم یا نه از تو کده کمر باریک باشه خوبش باشه لکس باشه مقبول باشه اگه نگرفتم سر چی هستی که تو کدی قدی قوارت بازی خوردیم ما میرم از تو کده خوبتر میگیرم باش تو که مادر ما بگیم میگم اونم نفره که بر ما بگه رقم میشه سرم زد تو همی کارا میکنم که از این پر گفتن ها بانی دیگه بیخی همین روان کردم پس من گفت مادر دوازده قلف است گفت دوازده قلف است نیست گفتم بیا خیر باز دیگر تنظرتم نو شروعش است نو میریم خوب کردی نو شروعش است دوباره نپر تو نه هم خدا نه من دادم برو کتی دختر دو برو یه چطور با بیروبار نکو بازمی نفر که زیاد شد من گفته کلانا که میگه قصاب که زیاد شد باز گاو مردار میشه گاو مردار میشه اما دو بری نکم کل گپ سخنتان خلاص کنی هیچ امکان نداره یک دوست دارین انو جان هزار دشمن اول نمیگی من دختر نبردم خیسم سنور قدر دادم بردیم چه قصر زو گپ زد کیران بانی دیگه کی دختری ورد سنوی من میگم بسیار سر دختر گپ زد که چی است که من چطور چیکار مری کنی کنه نبری که به خدا کاسی راسی تا گری چپا میکنه گمش که من گفتم باش سنوز قدر بتمش نگه که من قسم نشد اینو نبردم او را بردم او هم کامت این نگه پکت خدا ورد گپچینی من نقه گپ پکت تو بر گپچینی رفته بودی یا بر شینی آوردن یا خواستگاری رفته بودی حال چی زهره؟ میگفت کدمه گپ نمیزنه کدمه نشیشت یک دفعه گپ نزدم یک دفعه اومد گم شد کی؟ امو دختر زبیده؟ سایکو بچیم یه قاعده و قانون رسم رواج دنیا سر که یک کس که خواستگار میره با دختر پیشش نمیشینه شرم است بعد است عیب است مردم خنده میکنه اونمو که یک دقیقه 6 دقیقه دختر خدا نشان میده دیگه باز میره دیگه باز دیگه خانه خدا پت میکنه این رسم رواج عنعنات چای آورد نان آورد پنیر آورد قیماق آورد دیگه چی کنه دیگه قنبختام کالاش تبدن کار داشتن مانده و زلیب ما میگن تو نمکت نقصه نکرد چون نمکت نشیش قگب زد تو با ترا میکرد که باش که ورزن آمد یا دیگه البته از همون خاطر خدمت ترا میکرد ترا بالا خانه پدر شابت کن آمد چای برتان آورد نان برتان آورد عزت تا نکرد میوه برتان آورد دیگه چی کنه امی یه جا که بردیم که پس آمده یک فقط ما یا کت فردین جنگ کرده یک چیزی گفته گمش کرد ازش دلم داغ بخیلیش میآید که چطور یه ورم صاحب زن شد باید تاروس مخانه نباشه اما تو میگم از این خانه نباشه گفتم چرا گفتم زاریت میتر گفتم ماما او که میگه گفتم بخیر در فرق سر تو میآید سنش کردم تو چی گفت نقنق دوا میکنی هیتی اگال روز الفدین یک روز رارده بود که بده تو با ما تو بشین خیلی قصه کنیم کجا برو برو بچیم چیز میز که نگویی خب که مادرم اینجا رفته قصه داره کتی زن مامایی می چیز نگو گمش کو هیچ یاد نکو که مادرم که زن مامایش ده گمش که بسیار هم مست میکرد از این جور آمدیم بس آمدیم هر ساعت دیگری جنگ داوا شیری که خوردی را مرد خورد پیش استش قضاوت نکنید و دلیل از او را گوش کن آرزو دلیلش چی است که رفته زن کده میگم سن سال تو یک دختر دار زن کده خود زندگی دلیل پیش خود داشته باشه آرزو تو پیش استش قضاوت زن بوده باشه او را گرفته باشه دیگه ما زیادش رفته باشیم تو چه اشتباهی ما را دیده بودی که ما ترک کردی رفتی چی گناه و خطایی بود از شما هیچ چیز نبود خب بیشتر من گفتم قبلا من گفته بودم برات که بعضی وقت آدم مجبور میشه از همه چیز بگذره همه کس مجبوری داشتی چی مجبوری داشتی که تو الهی ما کدی رفتی
تو نگفتی یک زن جوانم. بیایم کارخانه ما کنیم یک جمع جارو و ظرفا و این تو بگو گپای دلتم هم یک میایم. دیگ پخته کو برام یگان روزک پایای ما چاپی کو دستای ما چاپی کو خیر است باز دلت چیز نگردم اگر بسیار که دلت بسنامه ای ماشون میتمت مرا خب میگی گپ مندازی خب که میگی که میری تو اونجا مز در میبرایم تو از دریچه میبرایی خود نمیرم ماما جان. الو خدای زبان اسپری آسیا از خدا دیگه تو مرا نجات بپی. یعنی مادرم شما خود دیگر روز میره خواستگاری خب؟ خب بعد از یا قسم میفهمونی که مرم باید ببرم. چرا؟ تو نمیبره؟ نه من میگه نمیبرم تا در خانه باش. خب نرو این دفعه نرو بازوی. تو دیوانه هستی دیگه وقت چیزی باز من برو. چرا نرم؟ چرا بری؟ وی خود تو خونه میری جای تو من میرم.